سو بیا بچه بیا ببر کارایی رو بیا فرد کاکا مرچ تازه پرده چی چرا فیلم میگیری؟ چرا خوشت نمیاد فیلمستان؟ نه؟ نه صحیح دیگه بشک واقعا دیگه چی است کاکا؟ این قربی مرغ است اینجا؟ بله ها اینجا چی است؟ اولو بیا یک نشان بده؟ اینو سردار ای فتایت است خدایا بود میگی بسه الله خوبیش است نوش جان کاکا ده نمیجا قرار ساعت 13 است قربانه چی؟ آره دیگه فیلم است خدا اینمی دیگه دمو یک مسلک شده دیگه دیگه کارمون دیگه روزانه چقدر کرایی سودا میکنی کاکا؟ یک سی تو طور است روزگار میگذره باز؟ شکر مهربانی خدا فضل احسان خدا را شکر خدا را شکر باشد چیزی که رضای خدا بسم الله الرحمن الرحیم خوب همون تو برابر پخته شد کاکا این را با سرش پوت میکنی کاکا باز چی میشه این رقم؟ یک دقیقه بودم خدا چیزی همیشه خشک میکنم خدا دم یک رقم دم میگیره؟ قربانه چه اصلا گماش بدنسیم ها اما هر چیز که یک دم بخوره خودش میه اما او دان خود خشک میکنه در قیام میرسه بیخم رنگ خود تغییر میده بان کاکا جان بان این مرچ سیاه است کاکا؟ جو نه مرچ سیاه کنه چی؟ دیگه مساله میکنه و میگه لاف استاد میگه نه لاف باید استاد بزنه کاکا اگر لاف استاد نزنه مساله چیه کنه؟ حالا مساله را که غلط پرته استاد بازو وقت لاف مساله بزنه یا استاد؟ قربان شما خو این کار ترتیب داره دیگه بسم الله الرحمن الرحیم یا شیر خدا امروز ما و رفیق مرکت کردیم ما آمدیم گفتیم بیا پیشم کاکا یک بفریم خوش آمدید خوش باشین قدم های سر چشمایم بسم الله الرحمن الرحیم های جوانه شازاده خوردی؟ بسیشه دادی بچه؟ ببر بچه بچه بگی من خان بسیم این کافی غریبانه است دیگه نمید تو تفلو رو بده 20 رو هم سیر میکنم دیگه بانک شازاده غلطک بالا تو رنگ مال است در 20 رو هم بانک خدا راضی شود دیگه کافی ها کهی برد در 20 رو باید این شازاده را سیک کرایی خودم اینی تو تلفنا میبینی دیدیم جو رسول بریم میگه اولادای میگه پدر در خانه مامایی دیدیم در تلویزیون خودتا؟ من تو پدری دیگه یک وقت ما هم خورترک که بودیم کاکا
کاکای ما در تلویزیون دیده بودم این پدرم از هاو خیستانده بودم نصف شاو چیه بعد کاکای ما در تلویزیون دیدم تا که او آمد یک وقت تلویزیون او هم قسمت بیخی خلاص شد کو که تی در تلویزیون خونه تو خلاص شد رفت دیگه میشه چه قسم میکنی متوسط یک کم سختک باشه یک کم خدا سختک کنه که برابر کنه امور خداتش اومدم اینی رو خنه؟ نه اینجا خب همین تو خوب کام مانده بوده که خوره بود آتیش باید نور به آتیش باید بخوریم دیگه که کدام منطقه آتیش ببریم در کدام برینج اینه متصل یک جای جوش نمیکنه جوش داره در بیجوش بریم بیجوش در جوش قانون میشه اولا خود یک دونه آشپز خب باید مکمل باشه اینجا راز اینمی از دیگه داشت آشپزی کاکا همین چیزی که مکمل بود انشاءالله که جواری نمید اینجا روی میدان از چکونه چیزای مانوز هم سامانی ما مکمل نیست بیا انشاءالله کامل میشه جاهای جرمنی باشه دوتایی سه تایی ده اینجا ما خود داشتم چقدر کافی والا بخره چقدر بسم الله الرحمن سیکو همیشه روغن ضرورت داشت خواهی نمی کلش راز است راز پخته کردن کرایی است هر کاری دنیا یک گوشه‌کاری و یک ترتیب و تنظیم داره من اپریشن صاحبی که کاربرد داره روز 10000 بسم الله الرحمن اینه بیاد روز 5000 تیر میکنه میلم نیت به کار خیر هشام صاحب برادر تو نه اینه برای یک وقت داشته کرده بود کامل فیلم خلاص یک کرایی تخمه دیگه هم داره خوش یک دو تخمه او کرای دیگر هم باز ویدیو میگیرم کاکا چرا میمونی اینجا یا اینجا حفیظ پیش ما بگم نمون جون یا تو سبابم بیاره برای بیادر یک کرایی همه طور سایز دیگه مجبور بکن دانی سوتر و دو وقت ایوان نانشونه میخورم یکشته با سریشان دیگه جور میکنم و دیگه کلیپ میگیره دیگه اینه دیگه میاره دیگه جور میکنم تا وقت نانشونم میخورم تا وقت هم جور میشه یه دیگه کرای بعدیست کاکا جانم ده اونجا رو میره سرخ کردی کاکا ده اینجا؟ خورما نوجود کردم یک سیره بره پیشی کاکای دیگه یک 20 دقیقه جور میکنم با کمک خودم در 20 دقیقه یک پلاو اینم یک ساعت سختری نیست اینمی چیز هست داشیف که یک طرف بخار کار دارم دیگه سختی نداره تو پس این رقمی ها رو در 20 دقیقه بری جور بگیم بسم الله الرحمن الرحیم و شما خود جور شد ایشان این خود جور شد بخیر این رو روان کنه که من این کرای دیگر هم باز ویدیو بگیرم کم کاکا که این قروغنی را خورده نمیتونه مزارم میفهمید صحیح است بیا بچه بیا ببر کرای رو بیا این کرای رو ببر دیره دم پیش اندیوال ما برده بود پیش اندیوالش بان تو نانم بان یا میایم من میایم پیشش دو تا نان بان بسم الله الرحمن خدا شما را خیر بده همچنان کاکا شما را خیر بده با ما همکار شدید بسم الله الرحمن پشت اندک مندکش نگرد کاکا نه بانه چه میگردی؟ چطوری مهم است شازاده چرا باید گرد نزند نظافت جز ایمان بله اصول رزق حلال عبادت خودی پاکی یک عبادت است شازاده راست میگه نباشه اینجا 20 کرایی بزن خودش پیش ما میاد اگر یک ساده هستی این نگوش داره چند جور کرده بده؟ قربانت شم بیا دیگه شما هیچ قصد چی که میتون بیش
حق خدا و کم تویه. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا شیری خوب. اینا باز زدم ماندی کاکا دیگه. با کاکا دو تخمهش چند است گفتین؟ دو تخمه 50 روپیه شد کدی نونش. چند رقم کرایی هست قیمتایش مثلا؟ منیم سرم است که 4 سه کباب. خوش؟ دو تخم یک نون. منیم سرم است کباب دار. به کبابش سادش 30 روپیه. قورمه دارش 40 روپیه که یک نون. کباب دارش منیم سر که یک نون. والا انواعش داشتی کاکا. اینی که قورمه دار است که یک نون دو تخم. بی تخم 50. چی قسم میخوره؟ سخت نه. متوسط. ما تو وقت شده کارایی پخته کنیم. چند خورده. همه گرد نچسته بگذن زیر. سیز بود. او کارایی دیگه چیز است کاکا. این کلوم باشه من برای. اما تو پخته کنم که گردش در چیز نچسته بگذن. او باز یک آتش صحیح کار داره. مکمل باشه. دیگه آتش گفته خودت. دیگه امکانات باشه همه چیز. دیگه چی؟ یعنی تو کنم باید گردش کنم. که مکمل شد به ستاره ای.